سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی ویدیو میخوایم بریم سوتیای سم گزارشگرا رو ببینیم و یه حمایت ریزی بکنیم از جواد خیابانی که فقط اسم اون بد در رفته. امیدوارم خوشتون بیاد. بچی رو آهنگ میکنه. حالا ضربهشو میزنه ارسال باد باقری از دروازه بیرون یک باری کلا به نادر فتادای دروازه رو نجات میده. چه اتفاقی اونجا داره میفته؟ وای شما ببینید نمیذارن گل بشه. باری کلا همچنان این صحنه‌های زیبا دیدنی در فوتبال هستین. باور کنید ببینید بالاخره این توپ چه خواهد شد. چرا توپ بیرون نمیره؟ روکی و کارت زرد جریمه بازیکن خطرناک هست. بازیکن خطاکار هست. خود شاکری این بار برای برزای، حالا بهنام برزای در مقابل کرمانشاهی. برزای و گل! اسکار زد بیرون. بهنام برزای ولی آفساید. دیگه آفساید. الان تیم نیاز داره. باران هم به شدت داره در تهران و در ورزشگاه آزادی میوزه. زباهن هم 3-0 برده. آفرین بچهای زباهن. من متوجه نمیشه والا توی ویدیو از جواد خیابانی حمایت کنم. استودیوی خودش میاد بالا. عزیزم خبر میرسه که تا دقیقه 65 ماشین سازی بازی 1-0 برده رو 2-0 باخته. سریع بازی آغاز کرد. امید نورافکن دوازدهم جلو اومد. امید نورافکن یه موقع دروازه خالی. گل! نه! نشد. اوه گیری تو کار نکن. براندوویچ شاید با توجه به حضور زیادش در فوتبال ایران نامش شاید ایوانکو به ایرانکو هم عوض بکنه. بعد حرکت میکنه خود برزای، میتونه ارسال کنه کوتاه و زمینی در محوطه جمیله و توپی که در محوطه جمیله. توقف کردم در جریان گزارشم بر طبق جوانین جدید فیفا. بله پرتاب بلند و این بلند پرتاب یه فرصت موقعیت وای عجب شوتی بود. کریم انصاری دور میلرزه اما دروازه باز نمیشه. نگاه کنید ارسال فرصت برای من. اتلتیکو مادرید و چه گلی زد ژائو فیلیکس. باید به این نکته اشاره کنم که امروز 17 فروردین ماه است و فردا 25مین سالگرد درگذشت مازیار زاره، کاپیتان قدیمی تیم ملی فوتبال. اختلاف امتیاز نسبت به تیم دوم در لیگ ترکمنستان. در لیگ ترکمنستان در نیمه اول بین استقلال تاجیکستان و پرسپولیس ایران. تیم استقلال ترکمنستان هم هر دفعه یه چیز دیگه. استقلال خوزستان ترکمنستان تاجیکستان رو توی ما در انتظار گل سرسبد کشتی ها خواهیم بود، جایی که حسن تیلوری، حسن یزدانی ملقب به شیرشاه با دیوید تیلور مرد جادویی آمریکایی ها مصاف خواهد داد. تو آلبانو نگاه میکنی تو میگه تو برخورد میکنن اینجوری برخورد خریدن. گل برای میلان. خوشحالی رو به نزد هوادارشون میاره مدافع این تیم رومن گولی. این گلی که رومن گولی وارد دروازه ساسولو کرد. فیلیپینیان رشته‌های مختلف المپیک رو تماشا کنن. سهرابی کارتشو از جیبش در آورده. عادل مرادیان و بازیکن خاطی تیم زیروان رو میخواد. اینا رو به کارت قرمز برای هر دو بازیکن اخراج میکنه. هر دو بازیکن رو، هر دو بازیکن نگاه کنید، نگاه کن که لگدی میزنه به بازیکن تیم. نگاه کنید اینجا رو. تماشاگران هم میریزن داخل زمین. تماشاگران هم میریزن. نگاه کنید چه خبره در ورزشگاه. نگاه کنید. رفقای ویدیو هم تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین پارت دومش هم بسازم واسم نظرتون رو بنویسین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون داریم. مخلصیم.